این بازی محمد گیم بره. بچه ها ما امبا با کامپیوتر بازی نمی کنیم، فقط داریم با گوشی بازی میکنیم. خب بچه ها نگاه، این چالش این شکلیه که میخوایم قصد بسازیم. منو پادشاه کن، پادشاه بلدی به خود پادشاه کن. بچه ها الان پیش هم هستیم. خیلی خوبه. آقا چه خفن بابا، پشمام ریخ. بگم چرا؟ آقا دیروز پیروز داشتم با علی بازی میکردم. خب آقا بیا دیگه آقا، من این قصد رو میخوایم بسازیم. بیا همینجا همینجا خونم. اصلا سنگا رو بردارم. همینجا قصد رو میسازیم. سنگای مهم رو بیارم اینجا تا بهت بدم ببینم چی. تو خودت بکندی درست کن. قصد رو بین درست کنی. من اصلا میخوام زره بپوشم. این اولین کاری که من همیشه میکنم وقتی الان غیر جونیه و چی زره میپوشی. داشت الان هستم بابا. بچه تو اون کسی که تا الان دارن ویدیو ما رو میبینن حتما ما رو دنبال و بفرمایید لایک کنید. اون زنگوله بغلم بزنید که هر موقع ویدیو میذاریم شما بفهمید. من بیاین 2 تا نقشه هم درست کنم. داشت نقشه مهمترین چیزه. بیا تا من نقشه تو بدم. بیا تو کدوم درست کنی؟ بیا نقشه تو بدم. بیا من نقشه نمیخوام. آقا نقشه خیلی نیازه. خیلی گل کسخولی تو نشه تا بار کسخول تر از این هم دیدید. ای بابا چرا یه دونه نقشه هست؟ اما قراره با یه دونه نقشه میخوام چیکار کنم؟ بابا ول کن نقشه اصلا به درد نمیخوره. آقا بیم این گردبادو بردم. نه اینو به درد نمیخوره. بچه ها اونایی که میگه محمد حسین اسکوله یه قلب قرمز و لایک رو بکوبن. آقا شکل من همیشه کسخول میدم دیگه. نه این تیرا رو فقط بذارم. ببین میرم کسخولید. بچه ها نگاه کنید این ویدیو که میگیم. بچه ها شما هم نظر بدین توی چیز. نظر بدین توی همین چیه، توی یوتیوب بهمون نظر رو بدین که ما بفهمیم در رو یا نظراتون رو بدین که چیا رو عوض کنیم و بهش چیزا قشنگ بذاریم. همیشه بچه ها یادتون نره ها، ما رو حتما دنبال و چیزم بکنید. من از طرفدار محمد هر کسی دنبال محمد، هر کی دوست داره از دوباره با محمد گیمر 22 بازی کنیم ماینکرافت یا بازی دیگه که توی یوتیوب بهمون پیشنهاد بدین توی گوشی باشه، من و محمد گیمر بازی میکنیم. اما یه شرطی داره، شما با ما رو دنبال و لایک کنید دیگه، سابسکرایب و دنبال. آقا من میخوام یک بالای لجنش کنم. آقا خیلی حال میده. سابسکرایب و دنبال فرق نداره، هر دوتا یه چیزه. اینو واسه دارم بالا. خوب شده فقط داشت میگم اینجاهاش قرار نیست پهن کنی. این کنارش از نظر من پهن کنی بهتره. بچه هم من با این فعلا دیوار میذارم. شما نظر دیگه داشتین نظر بهم بدین تا دیگه. نمیشه منم کمکت کنم سریع بذارم. نه ما این قدیم من میذارم عزیزم. آقا ایزان خب بلندتر درست کن بابا. نه همینقدر میخوام درست کنم. بچه اینجا میخوام اینجا بگیرم برم. اینجا 3 تا است. اینجا هم 3 تا. 1 2 3 اینم اینجا 4 و همین شکلی پیش میرم بلندش و برای این که اینا ثابت نگه دارم و خیلی ترشون بچه، چون ما همیشه توی این همین بازیامون سابسکرایب خیلی کم داریم. الان خواهش میکنم سابسکرایب کنید
منظورش یعنی ما رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب باش دارم اینجوری میکنم نه سریع نکنم تو خیلی داشته من میکنمش بیایدم باش اینجا اصلا مساوی نیست بنابراین من اینجا رو برشونم بکنم خیلی بخش ولی این جرمه شکل کردم بچه اونایی که میگن من محمد حسین 22 گیمر اسکلن لایک رو بگیرن و یه قلب مشکی بذارن توی هر دو کامنت. نه واسه من کاشیف چوب بذارم نظر چیه؟ خیلی زشت میشه. چی بذارم؟ کدوم اینا رو بذارم؟ بچه یادتون نره ها توی یوتیوب بهمون نظر بدین. کدوم اینا رو بذارم نظرم؟ من یه چیز خیلی خوب بگم که بچه ها پسندشون میشه. خوبه. آیا قسمت زمین رو نمیخوام بذاریم یعنی این ببن این ور نجا چرا اینجا رو ببن اینجا رو ببن اینجا ببن یه کار بچه ها به نظر تو اینجا چیه میخوایم یادم رفت اینجا بس چیز کرده میشه بکرده یادم نبود میخواستم اینو درست کنم. بچه خواهشن لایک کنید اما ما این زحمت میکشیم شما هم هیچ کدومتون لایک نمیکنید. شما هوادارین چی دشمنی بابا جان خب دو سه تا لایک بزن بابا زحمت میخوای بکشید زحمت ادامه ببخشید میخوای زحمت بکشید بابا این مهرانه اما نمیخوای گوز که بزنی بابا 2 ثانیه لایک بزنید. What the fuck What the بچه‌ها گفتم اونایی که میگم محمد حسین گیمر 22 اسکله یه دنبالو بکنه لایکو بکنه یه قلب قرمز براش بکنه یه قلب قرمز بچه لوج خوب کاشی برسن بابا الان زنم هم اینجا نمیتونه بگمه بچه فقط آنها باشه اینجا خیلی قلب بلند میشه یا بچه ها نگاه میخواد اینجا پله بگیره بیاین اینجا من پله هاش دیو بخور دارم کاشی میکنم کار سخته این نقطه میاد بعد میان بالا اینجا شلیک میکنم با تیریشم حالا این رو میخوام چیز بذارم کسی این به نظرتون بچه اگر این خوشگل نبود یه رنگ بهترشو بگیم اینو میذارم یک رنگی قرمز رنگ هم باشه قشنگ میشه فقط بچه‌ها از نظر شما چه رنگی بهتره واسه این درامو میذارم از نظرم درامو خیلی رو مخه بهرم من یه در خیلی خفن باشه حالا واسه بچه ها چیز کنن بچه ها تا یکی داری لایک میکنی دمت گرم الان فعلا که 2 نفری که لایک کردن خودشون اسکو مگه اینجا الان پخت زنده است اسکو بچه من الان گوشی باید 5 درصد شارژ چیکار کنم ایشکو فهمیدی بازی کنی اما 5 درصد چی میخوام بازی کنم کسخل من مجبورم برم تو شارژ بازی کنم برو شارژ رو بیا من 2 ثانیه کنم و رها میکنم مهران 2 ثانیه کار کنم بچه منظرتون این شکل خوبه خوب نبود به من بگین نظر سنجی کنید شاید بچه ها ما مثل کسی دیگه نیست ویدیو رو هم موقع بگیریم بعدش ویدیو که بگیریم تموم بشه کارمون هم موقع میذاریمش تو یوتیوب که بچه ها تون بیان ببینن و تماشا کنن اینا بچه ها خب نگاه کنید بس یکن صداست یه دقیقه لغو میکنم الان میان بچه ها راستی اون کسایی که توی ماینکرافت نوبن بچه اصلا باشه بازی کنم این 5 درصد هم دیگه بزنم بچه نگاه ما الان خیلی تا اینجا پیش بردیم خب
بعد بچه ها فکر نکنم میخواد همینجا کو بشیم. من میخوام پله بزنم و شاید پان دریا هم یه کاری کنم دیگه، نمیدونم شاید بکنم. اما شما حتما نظرسنجی کنید که ما بچه میخوام جایی که میان با چیز شلیک میکنن، میخوام اینجا رو یه ارتقای بدم مثل این شکل، مثلا بیام آره این شکلی بیام اینجاها و این شکلی 3 تا هر بغلی بذارم، 2 تا 3. بعدش یکی وسطشون بذارم این شکلی بیاد تا مثلا چرا بالا. تندان داره کار میکنه باید پشما حال من ساعت باش کار نکرده اینجور بیاد. حالا هر کسی هم میتونی دلیلش رو بگه تو کامنت ها بگید چیه برام کنم من آره سرشون چی کنی بچه آی من انداخت بیرون. من کلا نگاه الان بچه از دوباره میام. الان بچه میام تو. بچه گوشیم کلا بچه هنگیده گوشی چیز که شارژ نره هنگیده. بچه تا همینجا ویدیو رو تموم میکنیم. خداحافظ.